هذا السائل: هل يعذر المسلم إذا فعل شيئا من الشرك كالذبح والتوسل جاهلا؟ الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل، وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا كان بين المسلمين وأتى الشرك بالله وعبد غير الله ما يعذر، لأنه مقصر، لم يسأل ولم يتبصر ولم يسأل عن دينه، فيكون غير معذور. بل يعبد غير الله من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام، هذا غير معذور بين المسلمين، لأن هذا أصل الدين وأساس الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه وماتت في الجاهلية لم يؤذن له يستغفر لها، ماتت في الجاهلية، وقال: إن أبي وأباك في النار، لأنه مات على الشرك بالله وعلى عبادة غيره، وهي ماتت على ذلك على دين قومها. كيف بالذي بين المسلمين يعبد بدوي أو يعبد الحسين أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو يعبد ابن عباس أو يعبد عمر أو علي أو الحسن أو الحسين كما تعلم الرافضة أو غير ذلك؟ أو لا يعذرون، لأن أتوا الشرك الأكبر، فهم في الدنيا حكم الكفرة وأمرهم إلى الله في الآخرة. وهناك أمور قد يجهلها الإنسان في فروع المسائل التي قد تلتبس عليه، أو كونه في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا بعيد عن الإسلام، هذا قد يعذر ويكون حكم الفترة، أمره إلى الله يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة ويؤمر فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. الشيخ صاحب مهربانی کنید. بارك الله فيكم. سبحان الله، چقدر شیخ ابن باز رحمه الله آشکار و واضح بیان میکند به من شما که البته به شیخ ابن باز رحمه الله سوال میشد که هل يعذر الذي وقع، یعنی کسی که به شرک اکبر واقع شد، ذبح به غیر الله کرد و یک عبادتی را به غیر الله انجام داد، آیا معذور هست به جهل؟ آیا جهل به یک انسانی که خود را مسلمان دعوا میکند جهل آیا عذر است یا نیست وقتی که به شرک اکبر واقع میشد؟ شیخ میگه که دین به دو قسم تقسیم میشود. خوب دقت بدهید، زیرا که این سخن را وقتی که ما میگن که این پیدا کرده شما است. ابن باز هم میگه که الامور قسمان، همین امور دین به دو قسم تقسیم میشود. قسمی هست که جهل به او عذر نیست و قسمی از دین این قسم است که جهل به او عذر است. یعنی دین به دو قسم تقسیم می شود. قسمی از دین اصول دین است که جهل به او عذر نیست و قسمی از دین از فروع هست که جهل به او عذر است. و بعد از این میگه که کسانی که امروز در بین مسلمان ها زندگی میکنند و اونها از قرآن و از دیگر علمای همه چیز دارند، مساجد وجود دارد و اینها بیایند و به شرک واقع شوند، اینها مشرکند، زیرا که آنها اصل دین را نفهمیدند و به اصل دین به مشکلی گرفتار شدند و اصل دین را ترک کرده به شرک واقع شدند، زیرا که توحید اصل دین و اساس ملت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مادر و پدر خود را گفتند که از جهنم هستند، خلاص کردن نتوانستند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها به شرک وفات کرده بودند در حالت جاهلیت. اما به اونها که کمی حجت رسیده بود، تمام اونها دیگر جهلشون معذور نشد. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند پدری من و پدر تو ابی و اباک فی النار. گرچنده که در جاهلیت وفات کرده بودند، پدر و مادرشون را و پدر و دیگرانی که در جاهلیت مرده بودند پیامبر در نار هستند گفتند، برای اینکه کمی حجت رسیده بود. یعنی به این معنا که اونها معذور از اهل فطرت نبودند، حتی در روز قیامت اینها امتحان نمیشوند. پس چگونه می شود که یک مسلمان در بین مسلمان ها زندگی بکند، همه شرایط وجود دارد و بگوید که من نفهمیدم؟ نفهمیدنش عذر نیست. در حالتی که بگوید یعنی عبادت کند، بدوی را عبادت کند، قبر حسن را، حسین را یا علی را، به مانند رافضه ها، به مانند دیگر از مشرکین که قبر پرستی میکنند، اینها معذور به جهل نیستند، زیرا که اینها شرک اکبر را انجام دادند. اینها مشرکین هستند. اینها مشرکین هستند. میگن
این قسم اول است. اما میگه در قسم دوم در انجام دادن فروعات، یعنی مسائل فروع دینی، در این مسائل اگر به کسی حجت نرسیده، یک مسئله دینی رو از مسائل احکام نفهمیده باشد، در بعضی حالات میگه جهل عذر است. بارک الله فیکم. سخن شیخ ابن باز آشکار است، واضح است که جهل در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست. بارک الله. جزاک الله خیرا.